درود شنونده و بیننده عزیز یوتیوب کانال ما. اینک باز هم قصه نوبتی را پیشنهاد شما میکنیم. واقعا قصه عبرت بخش است. مرد زنی خود را همیشه با لفظ پدر لعنت دشنام میداد. سالها چنین میگذشت. زن از این لفظ بدی شوهرش دلگیر شده بود. روزی کاسه صبرش لبریز شد و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و قصه را بیان کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: برخیز، به قبرستان برو، قدری از خاک قبر پدرت و قدری از خاک قبر پدر شوهرت بگیر و به دو لطه بیانداز و بر سقف خانه آویزان بکن. هنگامی که شوهرت باز به دشنام آغاز کرد، آنگه به او اشاره بنما تا نظر به خاک خلطه ها کند. زن چنین هم کرد. وقتی که این عمل شوهر باز تکرار یافت، شوهرش را اشاره نمود تا به سوی سقف نظر بکند. دید که خلطه‌ای که زن از خاک قبر پدر شوهرش گرفته بود از دشنام شوهرش به لرزه به جنبش درآمد. شوهر این حالت را دیده در حیرت افتاد و توبه و ندامت نموده از این عمل بدش بازگشت. از زوجه‌اش بخشش پرسید. آره بیننده عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بدترین مردمان آنانی هستند که اهل خود را به تنگی می اندازند و خار می دارند. پس تا توانی هیچ کس را بد مگو، غیر شیطان بر کسی لعنت مگو. هر کی از بد گر زبانی خیش بست، کرد شیطان لعین را زیر دست. باقی قضاوت از شماست.